کوتاهی تاندون آشیل چیه؟ تاندون آشیل قوی ترین تاندون بدنه که پشت پاشنه پا قرار داره و معمولا توی کودکان این کوتاهی اتفاق میفته که ممکنه مادرزادی باشه یا حین رشد اتفاق بیفته. چرا مهمه؟ چون اگه درمان نشه میتونه باعث تغییر شکل راه رفتن بشه، درد رو تو مفاصلتون بیشتر بکنه، مشکلات تعادلی ایجاد کنه و حین ورزش هم آزاردهنده باشه. نشونه‌هاش چیه؟ راه رفتن روی نوک پا بعد از 3 سالگی، درد توی ساق پا یا پاشنه پا، محدودیت توی خم کردن یا بالا آوردن پنجه پا به سمت خودتون و لنگیدن و نامتعادل راه رفتن. خبر خوب اینه که اکثرا با فیزیوتراپی تخصصی و انجام تمرینات کششی منظم این مشکل برطرف میشه. اگه شما هم این نشونه‌ها رو دیدین حتما با اکسین مشورت کنین تا راهنماییتون کنه. در حالت ایستاده پای سالم رو جلو گذاشته و پایی که درگیر هست رو عقب میذاریم. به سمت جلو آروم خم میشیم و پشت پا کشش باید احساس بکنیم. کشش رو 20 ثانیه نگه میداریم و بعد 5 مرتبه تکرار میکنیم. با قرار دادن یک شال دور پنجه پا رو به سمت خودمون میکشیم، 20 ثانیه نگه میداریم و 5 مرتبه این کار رو تکرار میکنیم.